بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام و تبریک عید فطر خدمت شما همه زائرین و مجاورین آقا علی ابن موسی رضا. انشاءالله عیدی ما فرج و سلامتی آقا باشه. صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبولها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. العزيز المؤمن القدوس الحق الوكيل الكريم الواسع الرزاق النور الجليل المجيد الماجد المحمود الحي جلیلی، با صفاتی که تو داری هیچ چیزی کم ندارم. چرخ دنیا هر چه میخواهد بتازد، غم ندارم. دل قوی کردم به بسم الله الرحمن الرحیمی، از گلستان تو میسازد هوایم را نسیمی. من ولی خیلی طمعکارم، تو هم خیلی کریمی، در خدایی بی‌نظیری. توبه‌ام را میپذیری، تو خدای من شدی تا دستهایم را بگیری. دعوتم کردی و من دل نکردم، دل سپردم 30 شب و 30 روز، جز تو از کسی نامی نبردم. شاهدی که بی اجازه آب هم حتی نخوردم. از خودم خیلی عقب بودم، ولی خود را رساندم در ازای هر نمازم. یک نماز شکر خواندم، عید آمد تا بگیرم مزد 30 شب بندگی را. رد شوم با سربلندی ماها شرمندگی را. ای خدا بر من نظر کن، همان لبخند گیرا، تا نماز عید را هر سال در مشهد بخوانم، فارغ از هر حاجت دیگر که آمد بر زبانم. چند بیتی هم برای امیرالمؤمنین بخونم. ذره ذره همه دنیا به جنون آمده بود، روح از پیکره کعبه برون آمده بود. روشنا ریخت بر افلاک حلولش آن روز، کعبه برخاست به اجلال نزولش آن روز. عشق او بر دل سنگی حرم غالب شد، قبله مایل به علی ابن ابی طالب شد. از در خانه علی رفت و حرم با او رفت، کعبه در بدرقه‌اش چند قدم با او رفت. قفس کعبه شکسته است، دم پرواز است. برو از کعبه که آغوش محمد باز است. آینه هستی و با آینه باید باشی، خانزاد پسر آمنه باید باشی. خوب شد آمدی ای معنی بی همتایی، بی تو هر آینه میمردم از این تنهایی. دین اسلام در آن روز که بازار نداشت، یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت. اولان کس که خریدار شدش حیدر بود، باعث گرمی بازار شدش حیدر بود. وحی میریزد و من دوخته ام دیده به تو، تو به اسلام نه، اسلام گراییده به تو. سردار به جز حیدر کرار نداریم، ما غیر علی با احدی کار نداریم. رفتند به بیراه و خوردند به بنبست، تا بوده علی بوده و تا هست. بر اسب سوار است، قیامت شده برپا. دشمن به فرار است از این هیبت مولا. شمشیر کشیده است که لشکر بگشاید، باید برود یک تن خیبر بگشاید. یا قادر و یا قاهر و یا فاتر و یا حق، این جرأت و این قدرت و این هیبت مطلق مخصوص علی هست. علی شیر خداوند
که جوان مرد به تعبیر خداوند از ترس ز دستان عدویش سپر افتاد. با خشم علی هر که در افتاد، با خشم علی هر که در افتاد. ور افتاد شب عید است و میدهند و دادند برات، بر گل رخسار محمد صلوات.